بچه ها سلام، خدا قوت، امیدوارم کارتون خوب باشه. این ویدیو نحوه ثبت نام رشته های دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی است بدون آزمون. اگر احیانا میخواید جایی رو رشته‌ای رو انتخاب بکنید که بدون آزمون هست، از طریق این مسیر شروع میکنید به انجام دادن. دونه دونه توضیح داده شده. تنها تفاوت اینه که این ویدیو مال سال کنکور پارسال هست و فقط فرقش اینه که ما پارسال اول مشخصات دانش آموز رو پر میکردیم، بعد از پر کردن مشخصات شو اقدام به خرید کارت ثبت نام میکردید از طریق دانشگاه آزاد. الان بعد کارت ثبت نام رو بخری. اول کارت رو میخری، کد ملی تو میزنی، وارد میشه، از طریق همین سیکی بهت گفتم راحت میری دونه دونه ثبت نامات رو انجام میدی. سوالی هم داشتید باز از طریق خانم اقبال بپرسید. موفق باشید. بچه ها میخوایم در مورد نحوه ثبت رشته های بدون آزمون یا بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد صحبت بکنیم. خوب دقت کنید. ما وقتی وارد سایت آزمون میشیم، آزمون اینجا رو که میزنیم این سامانه باز میشه. خب مرکز سنجش پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اینجا میاد. اولی نوشته سامانه جامعه پذیرش، کاری باش ندارید. سامانه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ناپیوسته، کاری باش ندارید. سامانه انتخاب رشته آزمون سراسری سال 403 دانشگاه آزاد. اینم واسه رشته‌های با آزمونه که قبلا فیلمش براتون گرفتیم و گذاشتیم. اینجا سامانه ثبت نام و انتخاب رشته دوره بدون آزمون پذیرش بر اساس صرفا سوابق تحصیلی مقطع کارشناسی پیوسته، این رو میزنید. پایینش کاردانی ناپیوسته است. این به شما ربطی نداره، واسه بچه‌ای که میخوان فوق دیپلم بخونن. اگه خواستی فوق دیپلم بخونی از اینجا ثبت نام می‌کنی، ولی برای لیسانس اینجا رو وارد می‌شی. وقتی این رشته رو می‌زنی اینجا همچین محله میاد. اینجا دریافت دفترچه هست که من دفترچه قبلا دانلود کردم، تو سایتم گذاشتم. این دفترچه بر اساس سوابق تحصیلی این صفحه 152 شه که استان گلستانه. خب ببینید همه رشته‌ها هست، مهندسی‌ها هست، علوم سیاسی، حقوق، روانشناسی، رشته زیست، میکروب، هر چی بخواید اینجا وجود داره. من پیشنهاد میکنم برای رشته سوابق تحصیلی شهری خارج از شهر محل زندگیتون نرید. ما چون این فیلمو داریم برای بچهای گرگان پر میکنیم، پس فقط برای اونها رو داریم میگیم. این دفترچه راهنمای ثبت دوره کارشناسی پیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی است. اینو من تو کانال گذاشتم، تو کانال تلگرام. اولین کاری که میکنی میری تو قسمت گلستانش، هر رشته که دوست داری انتخاب میکنی، هر چند تا کس روی کاغذ جداگونه مینویسی. بعد میای سراغ این قسمت، اینجا میزنی خرید کارت. وقتی خرید کارت رو میزنی یه صفحه باز میشه به این شکل. خب اینا ادامه رو میزنی، این صفحه نمایش داده میشه. موقع اینجا کارشناسی پیوسته رو باید بزنی. خب چون میخوام اصلا کارشناسی لیسانس میخوایم، اینجا نام خانوادگی، جنسیت، تابعیت، کد ملی، شماره تلفن، ایمیل، گروه آزمایشی. این مهمه. قانون: شما برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد در رشته‌های بدون آزمون یا بر اساس سوابق تحصیلی با هر دیپلمی که داشته باشه، ریاضی، تجربه انسانی، میتونید تا هر 5 گروه آزمایشی شرکت کنی. یعنی میتونی ریاضی امتحان بدی، یا میتونی رشته‌های ریاضی رو بزنی، یا رشته‌های تجربی، یا انسانی، یا هنر، یا زبان. فقط یه نکته‌ای داره. اگر من بخوام مهندسی کامپیوتر بزنم، در کنارش بخوام حقوق هم بزنم، باید 2 تا کارت بخرم. یک کارت برای 20 تا رشته سوابق تحصیلی رشته ریاضی، یک کارت 300,000 تومانی دیگر، دومین کارتم رو برای رشته‌های سوابق تحصیلی رشته انسانی. اگر خواستی واسه تجربی هم بخری، مثلا باید برای تجربه هم کارت جداگونه‌ای بخری. هنر رو میخوای بزنه، واسه هنر هم باید بخری. زبان رو میخوای، برای زبان هم باید بخری. اگه بخوای 5 گروه رو داشته باشی، میتونی در هر گروه آزمایشی 20 تا رشته سوابق بزنی، سر هم 100 تا رشته، و این 5 تا 300,000 تومان باید پول بدی، هر کدوم جدا جدا. حالا ما چون اینجا میخوایم دانش آموز تجربی بوده، رو تجربی میخوایم به اصطلاح کار کنیم، یعنی اینو انتخاب میکنیم. چون میخوایم انتخاب بشه مثلا سوابق تجربی رو بزنیم. حالا پیشنهاد نمیکنم به بچهای تجربی این کارو بکنن، ولی مثاله. نظام آموزشی رو تمام وقت بزنید، پاره وقت نزنید. مال یه سیستم دیگه که اصلا وقت توضیحش نیست، فقط تمام وقت بزنید. بعد ثبت اطلاعات میکنید، وارد مرحله بعد میشید. خب ثبت اطلاعات که میکنید، برمیگرد در واقع به این سامانه اینجا، یعنی میاد دوباره صفحه اصلی اینجا. ای بابا. وقتی ثبت اطلاعات رو کردید، دوباره برمیگردید به اینجا، به این قسمت.
اینجا دیگه خرید کارت رو زدم، رفتم خرید کارت رو کردم، ثبتش کردم، یه پیامی رو صفحه مانیتورت میاد که یه کد داخل اونه. من این کارو قبلا انجام دادم دیگه، نمیخوایم بریم این مرحله رو پیش بریم. همون مرگ زدی، وقتی ثبت و تایید میزنی وارد درگاه بانکی میشی، 300,000 تومان رو پرداخت میکنی، یه کد برات اعلام میشه، کد 12 رقمیه. اون کد رو سیوش میکنی، نگهش میداری، میای تو قسمت ثبت نام، وارد ثبت نام میشی. اینجا این کد رو باید وارد کنی. ببین من این کد اینجا وارد کردم. خب اینجا شماره کد ملی رو میزنی، بعد میزنی ورود و ثبت نام، میری وارد مرحله بعدی میشی. اینجا داره مشخصات ازت میخواد. ببین اینجا مقطع کارشناسی پیوسته است، یعنی لیسانس مستقیمه. کارشناسی ناپیوسته یعنی کار فوق دیپلم بگیری بعد لیسانس بگیری. گروه آزمایشی، گروه آموزشی علوم تجربی خریدیم این کارتو، نظامش تمام وقته. اسم و فامیل و سری شناسنامه، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، تابعیت، کد ملی، جنسیت، وضعیت نظام وظیفه. این ایشون معافیت موقت داشته که خیلی واضحه تو همش، برای هر کسی میتونه پسرها انتخاب بکنن. سهمیه پذیرش، دین، اگه دختر بزنی این وضعیت نظام وظیفه واسه فعال نمیشه، وقتی پسر فعال میشه. وضعیت جسمانی، شماره ثابت تلفن همراه و همه اینا، ایمیل و اینا همش مشخص. بعد میاد وارد این قسمت میشی. اینجا عنوان دیپلم میشه چی؟ میشه تجربی. حالا تاریخ اخذ دیپلم مشخص میکنی، کدشو میزنی، بعد معدل تو اینجا مشخص میکنم. من یه چیز حدودی زدی، این معدل واقعی نیست، من همه اینا رو فقط حدودی زدم. بعد اینجا گلستان مثلا گرگان مرکزی، اینا هر 3 سال اینجا مینویسی. بعد اینجا نظام آموزش 633، وضعیت تحصیل در آموزش عالی واسه بچه‌ای که میخوان برای فوق لیسانس یا لیسانس دوم شرکت کنن، به شما ربطی نداره. اینو که میزنی ثبت میشه، وارد مرحله بعدیش میشه. اینجا یه عکس، من اینجا عکس شخصی نمیخواستم تو این فیلم‌ها بذارم، ما خودمون رو گذاشتیم، عکستون رو ثبت میکنید، بارگذاری میشه، ثبت اطلاعات میشه، وارد این قسمت میشه. اینجا اصلا انتخاب رشته است که اینجا استان رو انتخاب میکنی. آقا میخوام انتخاب اولم از استان گلستان مثلا باشه، یا میخوام تهران باشه، هر جا که میخوام باشه میزنم اینجا مثلا استان گلستان. بعد واحد دانشگاهیمو میزنم، مثلا دارم میگم فرض کن واحد گرگان. حالا رشته‌ای که میخوام انتخاب کنم چیه؟ مثلا میخوام میکرو بزنم، اینجا رو میزنم. ببینید این رشته الان واسه من اوورد، کدشو خودش اوورد، میکروبیولوژی اوورد، کد محل دانشگاه رو اوورد، واحد گرگان، جنسیت، پذیرش زن و مرد، سیستم تمام وقت. انتخاب، وقتی انتخاب میکنی این قسمت نمایش داده میشه. حالا میام بالا، دوباره یه رشته دیگر میخوام انتخاب بکنم، مثلا میخوام بیام بعدش همین دانشگاه شیمی کاربردی رو بزنم. خب دوباره واسه دوباره انتخاب میکنم، من اینو زدم. حالا میخوام بیام چی؟ مثلا بیام مازندران ساری، یه رشته دیگر رو بزنم، یا مثلا از رشت استان گیلان، مثلا دانشگاه رشت انتخاب که میخواید بکنید. مثلا فرض کن مهندسی، مثلا چه میدونم، مثلا مهندسی فضای سبز میخوام، مثال مهندسی علوم مهندسی صنایع غذایی رو میخوام بزنم. انتخاب که میکنم میاد این پایین قرار میگیره. همین انتخاب رو تا 20 تا انتخاب میکنیم میای پایین، به همین سادگی. بعدم اینجا تایید و ثبت نهایی صورت میگیره. آیا مطمئن هستید؟ مثلا میزنی بله. بعد که بله زدی ثبت نهایی صورت میگیره. خواستی ادیتش بکنی به راحتی میتونی این کارو انجام بدی و برگردی و ادیتش رو کامل بکنی. این الان داره ثبت میکنه و به همین سادگی شما انتخاب رشته‌ات انجام میشه. انتخاب رشته دانشگاه آزاد بر اساس سوابق تحصیلی در هر گروه آزمایشی جداگانه صورت میگیره و شما در هر گروه امکان انتخاب 20 تا داری و به این شکل کارتتو خریداری میکنی و وارد کار ثبت نام میشه. ثبت نام نهایی رو انجام میده. حالا نت داره کاراشو انجام میده. این ثبت نهایی به این شکل همزی صفحه نمایشی برای شما مشخص میکنه و میره، میتونه چاپش هم بکنی و ثبت میشه و لیست رشته ها. حالا من میخوام ادیتش بکنم، میتونم ادیتش بکنم، هیچ مشکلی اصلا. اون صفحه اول شروع میکنم کد پیگیریشه که این قصه رو ما میتونیم داشته باشیم. بچه‌ها موفق باشید.